من اخذ بغصن منها قاده ذلك الغصن الى الجنه. شاخه های سخیگی در دنیا تنکه کدام شاخه او را قپید روز محشر به ممنونیت وسیله صدقش داخل جنت است. لکن میگه خدا که یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، ای آنانی که ایمان آوردید باطل نسازید صدقه هاتون را. چه خیل به منت ده هیچ منت نکه که ما فلان چرا صدقه دادم ول ازا ایزاش نده که صدقهش دادم و برای کاری مرا که اگر مطرح پل نمی دادم زندگیت نمیره. اگر همین کار کردی باطل شید صدقاتیت. انا با در دوام حدیث میگه ول بخل، بخیلیش چیست؟ باید میگه ول بخل شجرتون من اشجار النار، بخیلی درخت از درخت های آتش جهنم. اغصانها متدلیات فی دنیا فمن اخذ بغصن منها قاد ذلك الغصن الى النار. شاخه های بخیلی هم در دنیا تنکه کدام قپین مرحمت به قپن نشانش با همون جهنم رفتنی همون شخصیت بده. ای این لحاظ به خاطر خدا میگم چی اعمال روزی محشر میشوه. میگه تو دوست بودی همین یگان خوبی کردی، تو میگوی الله تو داناتری من نمیدانم. میگه که یک مظلمی بود در حق تو چی وظیفه ها را کرده بود، انا همونجا میگوی که بیارین که من همون را ببینم. نامه اعمال همین خیلی که مردک لیب لیچه زن لیچه همین تدریام و نمیکنی که همون را نظر بکنی آیا نامه اعمالی من چی میشیده باشه. فهمیدی؟ خداوند تبارک و تعالی به حرمت اللهم باعد بیننا و بین الحرام کما بعدت بین المشرق و المغرب، از مشرق تا به مغرب نامدارت کنه در همه حساب مثل سعد ابن معاذ مردگان تا فرزندات بلبل قرآن کنه که با بیام در نمازهایی که قرآن ختم کنن بلد فی الرحمن علم القرآن قطعی کامپیر پدر و مادر خسر خستومن دوستات به خاطر خدا الله نگهبان تا باشه.